خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز میخوایم یه شیرینی کنجدی درست کنیم که خیلی هم معروفه، همتونم حتما امتحانش کردید. مواد زیاد خاصی هم نداره، پس بدون معطلی بریم که درست کنیم. یه دونه تخم مرغ داریم، نصف لیوان شکر، یه قاشق چای خوری وانیل. هم میزنیم تا کرم رنگ و کشتار. یک چهارم لیوان کره یا روغن مالی. یه لیوانم آرد داریم که با بیکینگ پودر قاطی میکنیم، کم کم میریزیم. خب یه همچین تقریبا خمیر لطیفی به دست میاد، دقیقا مثل شیرینی قبلی. هفت تا 10 دقیقه با دمای 170 درجه. شیرینی های ما آماده شد. خیلی زودم آماده شد. بوش که خیلی وسوسه انگیزه. امیدوارم که شما هم توی خونه بپزید و لذتشو ببرید. امیدوارم که شما هم توی خونه بپزید، امتحان کنید و برای کریسمس هم یک شیرینی بسیار عالی به حساب میاد به نظر من، چون هم ساده است هم زود آماده. مرسی هم که تا اینجای برنامه همراه من بودین. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. I don't understand it, but you keep me to